خب تعریف کن، مشکل چیه؟ جناب وکیل برای من پاپوش دوختن. من پزشکم و توی مؤسسه کار میکنم. از اونجایی که تو کارم خیلی حرفه‌ای هستم، همکاران بنده به من حسودی کردن و برای من پاپوش دوختن. به من اتهام زدن که من با بیمارانم رابطه دارم. فهمیدم. ببین ما روزانه هزاران پرونده اینجوری داریم. بالاخره شما هم پزشکی از این حرفا در میارن باجگیری کنن و اینو، هیچ مسئله نیست، این پرونده حل شدنی. سپاسگزارم، واقعا ازتون ممنون میشم این مشکل رو حل خواهش کنید. میکنم. اتفاقا همین ماه من یه موکل داشتم که ایشون هم پزشک بود، براشون حرف در آورده بودن، سوء تفاهم ایجاد شده بود، حل شد. ایشون هم مثل من دامپزشک بودن؟ نه ایشون نخند، میدونی چه اتهام سنگینیه؟